آقا خوش اومدیم ببینید. آقا توی که جت پک میخوای نمیتونی هزینه کنی سی پی بخری، پس تا آخر یه همراه من باش. خیلی هم جت پک دلت میخواد خدا وکیلی، حتما تا آخر همراه من باش. آقا نگاه کنید، در حداقل یه ما بازی کردن میتونید جت پک بگیرید. اصلا خیلی کن بازی کنی یه ما، ولی اگه اصلا پلیر باشه قشنگ به چسب بهت بازی کنی تون اینا، یه هفته دو هفته میگیریدش. خب آقا فقط کافی رنگ مولتیتون یا بتلتون رو لژند کنی. مثلا الان بتل من لژنده، من بتل پلی میدم و بهم یه چیزایی داده میشه. بچه اول بریم سراغ کلیت سیاه، بعد اونو بهتون میگم. بچه کلیت سیاه بهتون گان افسانه‌ای گان لژند بهتون داده میشه که اگه 6 بار بتونید چیز کنید. بچه اینم رنگه. بچه بریم داخل 2022 سومی انتخاب کنید. خب سومی برای شما اینه اولی، ولی باید بریم سومی انتخاب. بقیه‌اش هم خوبه، ولی اگر جت پک میخواید این انتخاب کنید، سومی 2022. و بچه‌ها شما با چه جور چیز کنید؟ بچه وقتی بازی میدید سبک بازی کردنتون و سطح بازی، مثلا من اول میشم رو 200 تا بهم اضافه، کمتر احتمال داره اضافه کنه، زیادتر احتمال. ولی وقتی با آخر برسی هم اسکین رو بهتون میده، هم یکی مونده با آخر جت پک رو میگیرید. اگر هم دوست داشتین گانش رو بگیرید، هم یکی بریم بالا. بچه یه نایف خفن داره، من اونو برای دوئل استایپ هم میخوام، واقعا فوق العاده است. و بچه یه موضوع بگم، دیروز بهتون قول دادم که یه ویدیو جذاب بگیرم، اینم ویدیو اومد. بچه امیدوارم خوشتون اومده باشه. چت ناراحتی نکنید، خیلی ممنون که اینجا بودم.